خب دوستان بابت بد بودن کیفیت ویدیو شرمنده ویدیو باید فیکس میشه. یه تنظیماتی دستکاری کردم یادم پاکش کنم. برو ببینید اون ویدیو. سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم که بریم آموزش نصب استارت ولی به شما یاد بدیم، هم به صورت اورجینال که قانونیه و هم به صورت کرک که که داخل هر دو مورد میتونید آنلاین بازی کنید. فقط فرقش اینه که داخل اورجینال میتونید ماد اضافه کنید و داخل کرک نمیشه ماد زد. بزنم بریم سراغ ویدیو. نصبش همینجا هست، از اینجا ببینید. الان به صورت کرک اینا همه چیکار میکنیم وقتی که اونا رو توضیح میدم بهتون در ادامه. اینجا دانلود استارت ولی رو میزنید، اینجا لینک 487 مگیه، اونو دانلودش میکنید و بعدش یه همچین فایلی بهتون میده. اینا هر جا اکسترکتش میکنید. در جای آنتی ویروس هم خاموش باشه، آنتی ویروستون خاموش باشه که فایل کرک رو دیلیت نکنه. یه همچین فایلی بهتون میده، اینو باز میکنید. فکر کنم با یه فایل کرک داشته باشه اگه اشتباه نکنم. آره، این فایل هم باز میکنید. اینا همه کپی، یه کنترل نشد الو، یه کنترل سی و یه کنترل بی اینجا ریپلیس و کرک شده. همینطور به صورت آنلاین بازی کنید. خیلی آسونه، یعنی کرک کردنش. و بریم سراغ اورجینال که یکم سخته. برای اورجینال باید اکانت استیم داشته باشید و اینکه تریدش یا باز باشه که بتونید برای خودتون بخرید، یا اینکه از یه سایت بخرید، یا یک مثلا دوستی داشته باشین که تریدش باز باشه براتون گیفتش کنه. به این صورته که اگه میخواد گیفت کنه میزنه استارت اینجا میاد براش میره اینجا اد تو کارتش میکنه. این قسمت کارت یالا نمیاد، لطفاً ضعیفه. براش میاد اینجا به جای اینکه this is my game همچه چیزا میزنه for gifting و اکانت شما رو انتخاب میکنه. اوکی، شما اکسپت میکنین، تمام. روش بعدی هم که میتونین انجام بدین، سایت های معتبر رو پیدا کنید و از اونا بخرید استارت. وقتی که این کرک رو بازش کردید چیکار میکنید؟ میرین داخل استیم، داخل لایبرری، ادنان گیم، این قسمت براوز دسکتاپ و اینکه استارت ولی این و اوپن. این کار انجام میدید و گیم وارد استیمتون میشه و میتونید با دوستاتون بازی کنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراهم بودین. از دومین آموزشمون که به صورت جدید گیم های یوتیوب شروع کنیم. فعلا خدا نگهدار.